آقای قلعه‌نویی معتقد بود که ملی پوشا کمکاری میکنن براش. خب اختلافایی بود که متاسفانه رقم خورده بود، یعنی بین کیروش و آقای قلعه‌نویی. شما خودتون ملی پوش بودین اون موقع؟ همچین چیزی واقعا بود؟ یعنی کسی که برای استقلال بازی میکنه میاد؟ اصلا چیزی نیست، مخصوصا توی شجره باشگاه استقلال و بازیکناش. اصلا حرف زدنش هم غلطه. مثل اینمونه که مثلا بگید الان نور رو میبینیم بگیم تاریکه، نیست، روشناییه. ولی متاسفانه اختلافایی که بود و خیلی از بازیکن‌ها داخل باعث این موضوع شدن. سر چی بود اختلافشون؟ نمیخوام صحبتشو بکنم چون تموم شده. من دوستام رفیقا من هنوز و این سری موضوعات رو نباید بازگو کنیم. یعنی چیزی به درد ما نمیخوره، شاید به درد شما. حرف می‌بردن بین متاسفانه اختلافایی که بود، بازیکنایی که بودن یا نبودن، صحبتایی که